سلام دوباره دوستان عزیز و اهل قدر به ویدیوی چهارم آموزش تورنتین خوش آمدین. در این ویدیو به شکل کوتاه با استفاده از حسابی باز هم اینسترکتر ما چگونه میتونیم اساینمنت کار خانگی و یا هم تکالیف ایجاد بکنیم. به خاطر این کار روی گزینه اد اساینمنت کلیک میکنین تا ما را صفحه‌ای که اساینمنت ایجاد میشه ببره. صفحه باز شد دوستای عزیز. در صفحه ایجاد اساینمنت ما یک عنوان در اساینمنت خود میمانیم. مثلا یک عنوان میمانیم Associate Proof Articles، مقالات پاهندویی، مثلا در مرحله پاهندویی در ترفیع علمی رتبه علمی پاهندویی، مقالاتی که شما میخواین شبیه یابی یا کنترل سرقت ادبی بکنین در داخل همین اساینمنت کلش بندازین و بعد از اون اینسترکشنز یا هدایات میتین. کسایی که میخواین اساینمنت داخلش مقاله بندازن کدام شرط شرایط کدام راهنمایی ها را باید در نظر بگیرن. در این قسمت سابمیت پیپرز دو جای است که ما در داخل خود تورنتین میگه همین مقاله که شما کنترل سرقت ادبی میکنین ذخیره شوه و یا هم نمیخواین ذخیره شوه، میتونین هر دو گزینه رو انتخاب بکنین. ما اینجا میخوایم که به سیستم بگوییم که ما مقالات خود داخل سیستم تورنتین ذخیره نمیکنیم. هدف از ذخیره به این معنی است که در شبیه یابی ها استفاده شوه همین مقاله اساس گرفته شوه یا گرفته نشه، البته به تعداد مقالاتی که از طریق همین اکانت خود شما اپلود میکنید. آیا با اونم مقالات با اونم منابعی که ذخیره شده مقایسه شوه مقاله بعدیتان یا خیر. و ماکسیمم گرید است، مثلا از روی 50 میخواین نمره بدین فرق نمیکنه، 0 یا 100. شما مقالات علمی خودتان کنترل میکنین، به خاطر کار خانگی محصلین زیاد استفاده نمیشه. و در کدام تاریخ همین اساینمنت شروع شوه و در کدام تاریخ همین اساینمنت ختم شوه. و اینی هم فیدبک ریلیز است. فیدبک ریلیز امی چی وقت نتیجه امو گزارش شبیه یابی شده را شما میگه میتونین دریافت بکنین. به خاطر از اینکه ما بلا فاصله میخوایم همین مقاله را دریافت بکنیم، نیاز به این نیست که روی این تاریخ تمرکز داشته باشیم. و از قسمت آپشنال سیتینگز بعضی تنظیمات های اختیاری است. تنظیمات های اختیاری قسمت ارسال مقاله است. مقاله ای که به هر نوع فایل باشه میتونیم ما اپلود بکنیم، پی دی اف باشه، ورد باشه و دیگر فرمت های متون. این اجازه میتیم. allow late submissions، کسایی که بنا به مشکلات یک کمی دیرتر مقالات خود اپلود میکنن یا ارسال میکنن برای از وام اجازه بدیم. generate similarity reports for student submission، کسایی که من حیث محصل یا دانشجو مقاله ارسال میکنه و میتونن امو راپور همانجویی شده را یا سرقت ادبی شده را ببینه. اینجا ما میگیم که سه گزینه است. بلا فاصله گزارش سرقت ادبی را بر ما نشان بتین و محصلین یا کسایی که منحیث شاگرد وارد سیستم شده و نبینه. البته شاگردای ما generate reports immediately، بلا فاصله گزارش بر ما نشان بتین و در عین حال محصلین بتانه تا ختم تا تاریخ اساینمنت مقاله خود ارسال بکنن. بعد از اینکه 3 بار ارسال کردن در جریان 24 ساعت میتونن مقالات خود راپورش به دست بیارن. و گزینه آخر هم گزارش بر ما استخراج بکنه بعد از اینکه تاریخ اساینمنت ختم شد بر ما اما گزارش شبیه یابی شده را به دسترس ما قرار بده، مگر اینکه محصلین بتونن تا ختم اونم تاریخ معینه دوباره مقالات خود ارسال بکنن. ما گزینه دوم انتخاب میکنیم، میگیم بلا فاصله گزارش سرقت ادبی را بر ما بتین. بعد از او enable translated matching، منابع ترجمه شده را باش مقایسه بکنین. مقاله ما را محصلین یا شاگردان را اجازه بدین که نتیجه همانجویی را ببینن و اینجا فهرست منابع مقالات نادیده بگیرین، نقل قولا را نادیده بگیرین. و اینجا گزینه یزی است که منابع بسیار خرد و کوچک که موجود هست وارم نادیده بگیرین. ما ایرم نادیده میگیریم. همین اگر نادیده نگیریم هم میشه. و دیگر هم مقاله که شما ارسال کردین با مقالاتی که توسط شاگردا اپلود شده همراه هم مقایسه شوه، شبیه یابی شوه. در فضای اینترنت بالعموم
مقایسه شود و در آخر هم با مقالات ژورنال های بین المللی و دیگر نشرات. در آخر اگر کدام فرمت خاص برای محصلین داشته باشین که به اساس اون فرمت بر شما مقاله را ارسال بکنه به سیستم و شبیه یابی بکنن، البته این هم ما نادیده میگیریم چون به درد ما نمیخوره و در گزینه آخر یک تکمار میکنیم و ما میگیم که همین تنظیماتی که ما اینجا انجام دادیم در مراحل بعدی همین تنظیمات حفظ بکنیم، یعنی نیاز به این نباشه که ما دوباره چک بکنیم و تکمار بکنیم. بعد از اینکه مراحل خلاص شد روی گزینه سابمیت کلیک میکنین تا اساینمنت شما ایجاد شود. اساینمنت ایجاد شد. به خاطر از اینکه اساینمنت ببینین روی گزینه مای پیپرز میرین، اینجا میتونین به شکل واضح ببینین که اسوسییت پروف آرتیکلز به نام امی عنوان یک اساینمنت ایجاد شده و این هم بود چگونگی ایجاد اساینمنت با استفاده از حساب اینستراکتور یا استادی. با امید دیدار تا ویدیوی بعد. انشالله در ویدیوی بعدی چگونگی ارسال مقاله به تورنتن جهت شبیه یابی و همانندجویی را کار میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله. با امید دیدار تا ویدیوی بعدی.